اغتشاشگرا ترامپ نتانیاهو جسارت کنه قرآن آتیش بزنه، میایم خودش آتیش میزنیم، میایم فیا خالدونش آتیش میزنیم. The masses have turned out. In every city across Iran, Iranians have taken to the streets despite the security threats in protest against the rioters. Who's to blame for the bloodshed and destruction? I guess that's a fair question. اسرائیل و آمریکا. آمریکا و اسرائیل دیگه. آمریکا، اسرائیل. آمریکا و اسرائیل. آمریکا، اسرائیل، انگلیس منافقین. 100% آمریکا اسرائیل. این حرکت‌های داعشوار زیر سر موساد، زیر سر اسرائیل و قطعاً زیر سر آمریکا بوده. ایرانی هیچ وقت نمیاد برای مشکل اقتصادیش هموطن خودش رو شهید کنه. دنبال اینه که کشور رو تیکه تیکه کنه دیگه. هدف اصلی دشمن اینه که مردم ایران رو از هم جدا کنه. هیچ وقت دلسوز من و شما و